سلام و درود دوستان عزیز، خوبین؟ خسته نباشین. روز پنجشنبه 24 مهر 1404. بازار شلوغ، مشتری اصلا نمیخرم و درزم به حضورتون دیگه. همین دیگه نشستیم فقط نظافت و نظافتکاری و جنس مرتب بکنیم و اینا. بهتر از نشستن پشت موبایله. انشالله حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، به آرزوهای خودتون برسین. انشالله مهر خوبی و پشت سر گذاشته باشین، با امید روزهای خوب بدون جنگ. انشالله یه روزی بیاد که دیگه پولمون ارزش پیدا بکنه. دوستان خیلی خوشحال شدم اومدم یه صحبتی با شما بکنم. دلمون گرفته از این بازار، هزینه ها بالا، هزینه ها وحشتناک بالاه، مخصوصا جزیره قشم که ما هستیم. همه هر مثلا مار فروشی میری، گوش فروشی میری، میوه فروشی، همه چی گرونه. درود دوستان عزیز، خیلی خوشحال شدیم.